نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند دلائل را با چه سلاستی، با چه زیبایی، با چه عرض کنم که براهینی بیان فرمود، با چه قوتی این دلائل بیان شدند که هر کسی که تعصب داشته نباشد درک می کند. اما با وجود این باز هم اگر هنوزم انکار می کنند، هنوزم اعراض می کنند، پس ای پیغمبر به اونها بگو منتظر سرنوشتی مثل سرنوشت گذشتگان باشید. بنده در ابتدای سوره عرض کردم دلایل عقلی را که خدا بیان می کند بعد از هر دلیل چی ذکر می کند؟ تخویف. لذا این تخویف دنیوی هست بعد از این دلیل اول. الله می فرماید فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر این مخاطبین شما اعراض بکنند، روی گردانی بکنند، ای پیامبر فقل انذرتکم، به آنان بگو اعلام بکن که انذرتکم، من شما را بیم میدهم، میترسانم، صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود، از چنان صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. صاعقه یا از آسمان میاد آتشی که همه شما را میسوزاند و صدای مهیب و گوشخراشی که جگرهای شما را پاره می کند، یا بعضی گفتن مراد از صاعقه مطلقاً عذاب است، عذابی مثل عذاب عاد و ثمود. مگر اونجا چی شد؟ حالت اجمالی اونها را الله بیان می فرماید، بعدا حالت تفصیلی هم بیان میشه. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم، زمانی که پیش آنها آمد رسل، پیامبران آمدن، پیش عاد هود آمد، پیش ثمود صالح آمد. من بین ایدیهم و من خلفهم، معنای لفظی من بین ایدیهم و من خلفهم هست از جلو و از پشت سر، ولی مراد اینه که از هر جهت. کنایه از چی هست؟ کنایه از هر کوشش. یعنی این پیامبران تمام کوشش خودشون را به کار بردند، تمام تلاش را کردند تا که چی؟ قوم بفهمد، قوم درک بکند، قوم ایمان بیاورد. پس اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم، از هر جهت کوشش کردند. برای چی کوشش کردند؟ برای این مطلب که الا تعبدوا الا الله، ای مردم پرستش نکنید هیچ هستی را، هیچ ذاتی را بغیر از الله. این همین حکمنامه، مدعای حکمنامه هست، مدعای قرآن است، موضوع حامی مومن است. برای این انبیا کوشش کردند. اما مشرکین اون زمان مثل مشرکین زمانهای دیگه همون اعتراض خودشون را کردند. چی بود؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکه، اگر رب ما میخواست شما را نمی فرستاد، ملک می فرستاد. فإنا بما ارسلتم به کافرون، لذا ما به آنچه که شما فرستاده شدید کافریم، منکریم، قبول نداریم. چرا؟ چون شما بشرید.
لا نتبعكم و انتم بشر مثلنا. ابن کثیر گفته چون شما مثل ما بشری، ما از شما پیروی نمی کنیم. و تفسیر مدارک گفته انتم بشر ولستم بملائک فإنا لا نؤمن بكم و بما جئتم. شما بشر هستید، ملک نیستید، لذا ما هم به شما ایمان نداریم هم به آنچه که شما با خود آوردید. پس این گونه انکار کردند. خب این داستانشون به صورت اجمال بود. الان داستان به صورت تفصیل. تفصیل یعنی هر یک را جدا جدا عذاب را بیان می کند الله. فاما عاد فاستكبروا في الارض. اما عاد تکبر کرد در زمین بغیر الحق، بنا حق. تکبر کرد بنا حق، چون که در شأنش تکبر نبود، سزاوارش تکبر نبود. تکبر سزاوار متکبر است، سزاوار الله است. و چطور تکبر کردن؟ و قالو، این عطف است، عطف بر فاستکبرو هست، عطف بیان. تکبرشون این بود. و قالو من اشد منا قوه. گفتن چه کسی از ما قوی تره، از ما نیرومندتر کیست؟ الله عز وجل می فرماید اولم یروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه. اولم یروا یعنی اولم یعلم. آیا نمی دانند؟ آیا نمی فهمند که ان الله الذي خلقهم، همانا اللهی که آنها را آفریده، هو اشد منهم قوه، اون الله از نظر قوت و توان از اونها قوی تر است. امروز هم خیلی متکبران هستند، خیلی زورگویان هستند که میگه از ما که قدرت بیشتری دارد. سلاحهای ما چنان سلاحهای پیشرفته ای هست که با لیزر هدایت میشه و چنان دقیق میزنه که مگسی را اگر بخواهیم بزنیم هم میزنیم. هی عرض کنم که تعریف میکنن از خودشون، هی افتخار میکنن در قدرتشون، غافل از این که ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه و كانوا بآیاتنا یجحدون. اشکال عمدهشون این بود که آنان نسبت به آیات ما منکر بودند. یجحدون، انکار میکردند. کدوم آیات مراد است؟ آیات تکوینی و آیات تشریعی. آیاتی که از این آیات ما بر قدرت الله استفاده میکنیم و آیاتی که الله عزوجل چی کرده؟ نازل کرده. فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات. الله عزوجل عذاب را بیان میکند که این عذابی که برای عاد آمد، قوم عاد آمد، چه عذابی بود؟ الله میفرماید پس ما فرستادیم بر آنها باد شدیدی. سرسر به معنی عاصفا، شدید الصوت، شدید البرد. تفسیر مظهری گفته خیلی وزنده بود. خدا میدونه در ساعت چند کیلومتر، چند صد کیلومتر سرعتش بود که خانه های اونها را حتی ویران کرد. و دیگه اینکه شدید البرد بود، یعنی یخبندان بود، چنان شدید سرد بود که در واقع این باد یخبندان هم بود. فی ایام نحسات، در ایامی که ایام نحسات، ایام نحس. ببینید ایام سیاه نداریم، ایام نحس نداریم. البته ایام نسبت به اونها نحس بود، نسبت به اونها نحس بود. ایام همه ایام الله هستند، اما از این جهت که برای اونها فلاکت و بدبختی بود، برای همیشه بدبخت شدند، برای همیشه به عذاب خدا گرفتار شدند. از این عذاب دنیا خلاص شدند، رفتن به عذاب برزخ. از عذاب برزخ و قبر که خلاص بشن میرن به عذاب جهنم و آخرت. پس واقعا روز نحسی بود برایشان.
پس فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تا ما بچشانیم اونها را عذاب رسوایی و عذاب ذلت را در زندگی دنیا. ولعذاب الآخرة اخزی، الله میفرمی این عذاب دنیا هنوز سبک است، عذاب آخرت رسوا کننده تر است، بدبخترشون میکند. و هم لا ینصرون، نفی شفاعت قهری هست که اونها هرگز یاری نمیشوند، اونها مورد نصرت الهی نمیشوند. خب این حالت تفصیلی عاد بود. اما ثمود چی؟ الله میفرماید و اما ثمود فهدیناهم، اما قوم ثمود را ما راهنمایی کردیم. مراد از این هدایت چی؟ هدایتی اراءت الطریق، صبح شما خواندید تقسیم هدایت را، یعنی راه را نشان دادیم، نه اینکه اونا را هدایت کردیم بر مسیر ایمان قرار دادیم، نه، راهنمایی کردیم به وسیله پیامبرمان صالح. اما اونها چیکار کردند؟ فاستحبوا العمی علی الهدی، آنها ترجیح دادند، پسندیدند، دوست داشتند عما، تمایل نشان داده به عما یعنی نابینایی، کورماندن را و نابینایی را تمایل نشان دادن به اون و ترجیح دادند علی الهدی، بر هدایت. پس بر هدایت، بر توحید ترجیح دادن. وقتی که اونها گمراهی و ارسونم اما خواستم، ما چی کار کردیم؟ فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا یکسبون. الله می فرماید آنها را مؤاخذه کرد، آنها را گرفتار کرد صاعقه عذاب ذلت بار. چنان صاعقه از آسمان آمد که در دم جان اونها را گرفت. صاعقه عذاب ذلت بار بما كانوا یکسبون. بما كانوا یکسبون پایین نیست، اعمال مشرکانه، به سبب اعمال مشرکانهشان، به سبب آنچه که کسب کردند. و نجینا الذین آمنوا و كانوا یتقون. این مجده هست. الله می فرماید ما نجات دادیم کسانی را که ایمان آوردند و كانوا یتقون، یتقون الشرک والکفر، اونهایی که از شرک و کفر دوری کردند، اونهایی که از شرک و کفر پرهیز کردند، ما اونها را نجات دادیم. لذا مؤمنین را الله نجات داد. خب عنایت داشته باشی که بعد از دلایلی که ما قبلا خواندیم درباره خلقت زمین و آسمان و غیره بود، ما تخویف خواندیم، تخویف دنیوی. بعد از این تخویف دنیوی تخویف اخروی است. الله بیان می فرماید که این عذاب فقط در دنیا نیست، این عذاب در آخرت هم هست. الله نجات بده. ولعذاب الآخرة اخزی، رسوایی و ذلت عذاب آخرت خیلی بدتر است. لذا الله عزوجل اون عذاب را اینجا بیان می فرماید، تخویف اخروی. و یوم یحشر اعداء الله الى النار. الله می فرماید روزی که حشر می شوند، روزی که جمع می شوند دشمنان الله به سوی آتش. اینا کی هستند؟ کفار و مشرکین. فهم یوزعون. فهم یوزعون، وضع به معنی منع آمده. یوزعون یعنی جلوشون گرفته میشه که یک مقدار صبر کنید تا بقیه بیاند، به این معنی است. یوزعون یعنی یمنعون. در تفسیر مظهری گفته قال قتاده و السدی یحبس اولهم على آخرهم لیتلاحقوا، یعنی اونها صفهای اولی مجرمین اینها را حبس میکنن، نگاه میدارن تا بقیه مجرمین بیاند. همه را خدا میخواد یه چیزی بگه، لذا همه با هم جمع میشند. همه که جمع میشند، حتی اذا ما جاؤوها، حتی وقتی که آنها پیش آن می آیند. پیش کی؟ پیش نار، جهنم، چون بحث نار بود. الی النار. وقتی که همه
بر لبه آتش جهنم قرار میگیرند، نزدیک آتش جهنم قرار میگیرند. شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا یعملون. ببینید خدا فرموده که بر علیه اونها اعضا و جوارحشون گواهی میده. اصل در حدیث و روایت اینطور آمده که ابتداء خداوند عزوجل اونها را جمع میکند نزدیک جهنم. وقتی که قرار میگیرند میخوان اونها را در جهنم بیندازند. به اونها گفته میشه که عذری دارید، حرفی دارید، حرف آخرت را بگو. اعدامی را وقتی اعدام میکنن میگن آخرین حرفت را بگو. اونها را میپرسند که حرفی دارید؟ اونها میگن خدایا ما کاری نکردیم. به اونها گفته میشه که پس این فرشتگان که این همه گزارش بر علیه شما نوشتند، میگه که ما گزارش اونها را قبول نداریم، شهادت اونها را قبول نداریم. فرشته ها با ما مشکل دارند، فرشته ها با ما لج هستند. پس چی را قبول دارید؟ میگن ما شهادت جان خودمون را و اعضای بدن خودمون را قبول داریم. وقتی که این میگن در آیه دیگه است الله میفرماید الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. پس امروز ما مهر میزنیم بر دهانشون، زیپ میکشیم بر دهانشون. و تکلمنا ایدیهم، با ما سخن میگوید که دستهایشون. و تشهد ارجلهم، و بر علیه اونا گواهی میده پاهای خودشون. بما كانوا یکسبون، اون چه که کردن، اون چه که کسب کردن. لذا در قیامت وقتی که مجرم میگه من فرشته را قبول ندارم، اعضا و جوارح بدن خودش شروع میکند. چنانچه اینجا همین مطلب را الله بیان میفرماید حتی اذا ما جاءوها، حتی وقتی که مجرمین می آیند پیش جهنم، می آیند پیش آتش می آیند. شهد علیهم سمعهم و ابصارهم، گواهی می دهد بر علیه آنها گوشهای اونها، چشمهای اونها، و جلودهم پوستهای اونها، تمام اعضای بدن. بما كانوا یعملون، به اون چه که عمل کردند، هر عملی کردند اونها گواهی میدن. و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، تعجب میکنند، سؤال تعجبیه. مجرمین مشرکین به پوستهای خودشون میگن، به بدن خودشون میگن لما شهدتم علینا، چرا شما بر علیه ما گواهی دادید؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، اونها میگویند ما را به سخن آورد، به حرف در آورد الله، آن اللهی که هر چیز را به حرف در می آورد اگر بخواهد. و هو خلقکم اول مره، در اینجا جمله معترضه است. وقتی خدا این همه قدرت دارد، کدوم خدا است؟ همون خدایی که شما را آفرید بار اول. و الیه ترجعون، و فقط به سوی او برگردانده می شوید. اون خدا اعضا و جوارح شما را به سخن در می آورد، به زبان می آیند. الله می فرماید و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم، این ادخال الهی هست، ادامه اون مکالمه و صحبت نیست. الله می فرماید شما مخفی نمی کردید، استتار نمی کردید، یعنی مخفی نمی کردید، پوشیده نمی کردید. در دنیا هر کاری می کردید از پیش استاد مخفی می کردی، از پیش پدر مخفی می کردی، از پیش برادر و رفیق و دوست و همکلاسی مخفی می کردی، اما از پیش اعضا و جوارح خودت مخفی نمی کردی، چون فکر نمی کردی یک روزی اینها هم بر علیه تو گواهی بدهند. لذا الله می فرماید و ما کنتم تستترون، شما مخفی نمی کردید ان یشهد،
این قبل از ان من مقدر است. من ان یشهد، از اینکه گواهی بدهد. ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اینکه گواهی بدهد بر علیه شما سمع شما، گوش شما، و نه چشم شما و نه پوست شما. شما اصلا فکرش را نمی کردید. ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، اما شما گمان می کردید. عملا بنویس، چون انسان حتی مسلمان میدونه که خدا میداند، ولی گناه که میکنه عملا گویا فکر میکنه خدا نمیداند. ولكن ظننتم، اما شما میپنداشتید ان الله لا يعلم كثيرا، الله نمیداند بسیاری از آنچه که شما عمل میکنید. و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم، الله میفرماید شما را که بدبخت کرد همین گمان بد شما را که به این روز سیاه کشید، این گمان بد شما. و ذلكم ظنكم الذي ظننتم. ببینید کفار چه عقیده داشتند. کفار خدا را قبول داشتند، ولی عقیدهشون این بود که خدا ما را میبیند، اعمال ما را مشاهده میکنه، ما هر کاری بکنیم خدا میبیند، اما از درون ما خبر ندارد. کان الکفار، تفسیر خازن گفته کان الکفار یقولون ان الله لا يعلم ما فی انفسنا ولكن يعلم ما یظهر. خدا از درون نمیداند، فقط ظاهر را میداند. الله میفرماید این ظن و این گمان شما را بدبخت کرد. و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. ارداكم یعنی اهلككم. این گمان شما که شما گمان کردید نسبت به ربتان، این گمان شما را هلاک کرد. فاصبحتم من الخاسرین، شما گشتید از خساره کنندگان، در خساره ابدی و سرمدی واقع شدید. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. الان چیکار میکنند؟ راهی نیست. ببینید برای تخفیف عذاب، برای سبک شدن غم و مصیبت در دنیا ما چند راهکار داریم. یکی اینه که در دنیا مصائب و سختی ها آسان میشه با صبر. شما صبر بکن، خودت را تلقین به صبر بکن، آسان میشه، عادت میکنی. بعضی وقتا مشکلات و مصیبت ها با خواهش و تمنا و با عذرخواهی. کسی که جرم کرده پیش قاضی حکم میخورد، حکمش زندانش اجرا میشه، آخر عذرخواهی میکند، معذرت خواهی میکند، اشتباه کردم، من این مواد را که حمل کردم مجبور شدم، نمیدارم اینقدر فرزند و اولاد دارم. آخر اونم خواهش و تمناش را میبیند، عذرخواهیش را میبیند، اون یا تخفیف میده یا میبخشه. پس بعضی مصیبت ها با صبر حل میشه، بعضی مصیبت ها با چی حل میشه؟ با عذرخواهی. اما اینها هر دو عزیزان اونجا خبری از اینها نیست. الله می فرماید فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. اگر آنان صبر کنند باز هم آتش جایگاهشان هست. و این یستعتبوا، اگر عذرخواهی کنند فما هم من المعتبین، نیستند آنها که عذرخواهیشون پذیرفته بشه. عذرخواهیشون چی بشه؟ پذیرفته بشه. پس الله می فرماید اونجا اونها را به عذاب گرفتار می کنیم. خب و قیضنا لهم قرنا، این مدعای سوره هست، این جواب اشکالی هست که قبلا مطرح کردیم. ببینید این مجموعه آیات، دلائل، تخاویف، زجرها، میگه که از غیر الله کمک نطلبید، غیر الله را نظر و نیاز ندهید، غیر الله را عبادت نکنید، در حالی که بعضی اوقات مشرکین میگویم ما میکردیم، ما انجام میدادیم، مشکل ما حل میشد.
ما احساس می کردیم که مسیر ما مسیر حق است. الله عزوجل می فرماید این بر دلیل حقانیت مسیرتون نیست، این شیطان است که شما را فریب داده. و قیضنا لهم قرنا، ما مسخر کردیم برای اونها و مسلط کردیم برای اونها. قرنا یعنی شیاطینی، قرین، شیطانی که همراه انسان است. این شیاطین همیشه همراه مشرکین هستند. فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، مزین و آراسته کردند آنچه که جلویشون هست و آنچه که پشت سرشون هست. یعنی چه؟ یعنی اونچه که در گذشته انجام دادن، اونچه که در آینده انجام میدن، همه اعمال را برای اونها آراسته کرده. برای غیر الله گوسفند میکشه، فکر میکنه من دارم صدقه میدهم، ثواب میرسه، در حالی که شرک میکند. استمداد از غیر الله میکند، فکر میکنه خدا را راضی کردم، در حالی که خدا را ناراضی کرده. لذا هر کاری که میکند فکر میکنه خوب کردم، در حالی که بد کرده. خب تو خواب میبینه میگه خیلی کاری خوبی کردی، در بیداری میبینه خیلی خوب شد. کسی دیگه بهش میگه انسانی، جنی، شیطانی. اینا همه شیاطین هستند. ببینید که علامه آلوسی چی میفرماید؟ وقد يتمثل الشیطان للمستغیث، گاهی یک کسی فریاد میزنه یا فلان یا فلان یا فلان، یکی را فریاد میزنه، شیطان به شکل همون مستغیث، هم برای اون مستغیث، برای کسی که فریاد میزنه، به شکل یک انسان صالح میآید. فی صورت الذی استغاث به، به شکل و صورت اون انسانی که از او کمک خواسته. فیظن ان ذلك کرامة لمن استغاث به، این آقا فکر میکنه، این بابا فکر میکنه که فلان را وقتی که من خواستم این کرامت او هست که امروز او صدای من شنید و آمد جلوی چشمانم. آلوسی میگه هیهات هیهات، این بدور از واقعیت هست، بدور. انما هو شیطان اضله، این که آمده و خودش را به شکل بزرگی، چه در خواب چه در بیداری، نشون میده و میگه که من حاجتت را برآورده میکنم، مشکلت حل میشه، غم نخور فلان. میگه این شیطانی هست که آمده اضله و اغوا، او را گمراه کرده، او را بیراه کرده. و زین له هوا، هوای نفس را برایش چی کرده؟ مزین و آراسته کرده. و ذالک، نمونهش را علامه آلوسی میگه مثل چیه؟ و ذالک کما یتکلم الشیطان فی الاصنام، مثل این است که گاهی شیطان سخن میگوید در قالب و جوف بتها. بتی هست، شما میرید اونجا، مشرک میره، شما را خداوند بدور نگه دارد. مشرک میره اونجا پیش بت فریاد میزنه، یه صدای غیبی میشنوه، میگه این کرامت این بزرگ است، این ولی است. لذا میفرمه و ذالک کما یتکلم الشیطان فی الاصنام، این مثل همون میماند که شیطان گاهی در جوف بتها چی میکند؟ سخن میگوید. لیضل عبدتها الطغام، عبدتها الطغام، تا گمراه کند بنده های پست و دونش را، فرونمایش را. این بنده ها و عبادت کنندگان بی ارزش اون بت را، بی ارزش اون نماد شرکی را شیطان میخواد گمراه بکند. روح المانی پس میگه ببین فریب نخوری، این بزرگی نیست، این ولی نیست. اینجا هم خدای عزوجل میفرماید ما مسلط کردیم بر اونها شیاطینی که فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، مزین و آراسته میکنند کارهای اونها را، اون که بر شرک انجام میدن. ما بین ایدیهم و ما خلفهم یعنی از هر طرف، از هر جهت، هر کار
پستی انجام میده و میگه کار خوبی هست. نتیجه اتباع قرنا و حق علیهم القول بنویس. نتیجه اتباع قرنا اینی که از این شیاطین اتباع میکند، نتیجهش چی میشه؟ و حق علیهم القول. مراد از قول عذاب است، وعده عذاب است. الله میفرماید که عذاب برای این افراد، بر این افراد چی میشه؟ ثابت میشه، لازم میشه. کدوم عذاب؟ عذابی که فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس. عذابی که اینجا فی به معنای مع هست. این انسان بدبخت در عذاب گرفتار میشه مع امم، همراه با بقیه گروه ها، همراه با بقیه جماعت هایی که قد خلت من قبلهم، قبل از اینها گذشتن، من الجن والانس، از جنات و از انسان ها. لذا همه به عذاب چی میشوند؟ گرفتار میشوند. انهم کانوا خاسرین. همانا آنان چی بودند؟ زیانکار بودند، در خساره و زیان ابدی و سرمدی گرفتار شدند. خب پس این جواب اشکالی بود که چرا بعضی اوقات ما در خواب یا در بیداری میبینیم افرادی به ما میگویند همین دعای غیر الله خوب است، همین ندای غیر الله خوب است، نظر و نیاز غیر الله خوب است. الله جواب داد که اینهایی که شما به چشم میبینید یا به خواب میبینید اینا شیاطینند. حال بعد از این که این مطالب، موضوع ابتدای مطالب و مضامینی که در رابطه با توحید و رسالت بود تمام شدند، الان خدای عزوجل زجر و توبیخ بیان می‌فرماید بر منکرین توحید. می‌ترسیدند که از این دلائل محکم قرآنی و از این آیات ظاهر الهی بعضی ها متأثر نشوند و ایمان نیاورند، به جماعت محمد اضافه نشوند صلی الله علیه و سلم. لذا اونها به پیروان خودشون توصیه میکردند ببینید قرآن گوش نکنید، قرآن گوش نکنید. الله میفرماید وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. گفتند کسانی که کفر کردند، کفار گفتند، مشرکین گفتند به پیروانشان لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش نکنید این قرآن را، گوش فرا ندهید برای این قرآن. و وقتی که قرآن خوانده میشه چی کار کنید؟ والغوا فیه لعلکم تغلبون، سر و صدا کنید. والغوا فیه یعنی چی؟ سر و صدا کنید، کف بزنید، سوت بکشید. والغوا فیه البته دو معنی دارد، یکی این که شلوغ کردن، سر و صدا به راه انداختن، سوت زدن و کف زدن و هورا کشیدن تا که کسانی که میخوان گوش کنن نتونن گوش کنند. اما تفسیر دوم اینه که اعتراضات بیهوده کنید، یعنی سعی کنید که در ذهن مردم تشویش ایجاد کنید، سوال ایجاد کنید، شبهه ایجاد کنید، مردم را سرگردان کنید. والغوا فیه بعضی همین گفتند، چنانچه علامه بیضاوی نوشته عارضوه بالخرافات، با قرآن مبارزه کنید با چی؟ خرافات. مثلا قرآن میگه غیر الله هیچ کاری نمیتونه بکنه، شما فلان داستان را بگو که یک آقای رفت فلان چاه فلج بود خوب شد، آدرسش هم فلان جا، آدرس هم غلطه، تا مردم یقین کنند که چنین هست. لذا این مبارزه کردن و معارضه کردن با قرآن است به وسیله افسانه ها و داستان های دروغین. چند سال پیش مردم رفتن زابل
یک جایی را گفتند که اینجا امام زمان آمده، هر کسی هر مریضی دارد بیاد اینجا بغلطد، تو خاک ها بغلطه خوب میشه. تمام مردم چقدر ساده هستند، تمام مردم مشکل هم کم ندارند، تمام مردم با موتور و ماشین و برو اونجا، همش اونجا یک طوفانی بپا شده بود که مردم شب و روز میغلطیدند. آخر دولت جلویشون را گرفت. چه خبره اینجا؟ اینا همه خرافاته. لذا یک کسی که یک دروغی میگه، داستانی میگه که یکی رفته سرطان داشت خوب شد، یکی دیگه میگه فلانی فلان مرض را داشت خوب شد، دیگه این مثل توپ تو مردم صدا میکنه و همه سرازیر میشد. خرافات همینا هستند. لذا اونها اون زمان میگفتن عارضوه بالخرافات، به وسیله خرافات با دلائل قرآن مبارزه کن. خب الان وقتی که تو ذهن مردم نشسته که هر که تو اون خاک بره به غلط شفا میابه، شما 100 تا آیه برش بخوان و متوجه میشه. لذا این نیرنگ مشرکین بود، نیرنگ مخالفان قرآن بود، گفتند عارضوه بالخرافات. اما تفسیر دوم که قبلا خدمت شما عرض کردم، این هم تفسیر بیضاوی نوشته او ارفعوا اصواتکم بها، یا صدایتون را چیکار کنید؟ بلند کنید. تشوشوه علی القاری، تا اون کسی که قرائت میکند و میخواند برای او تشویش ایجاد کنید، خوب نتونه بخوانه، خوب نتونه بیان بکنه. گرچه من نمیخوام تشبیه بدم، اما هستند امروزه متاسفانه کسانی که روی یک سری مسائل جزئی توصیه میکنن طلاب را، میگن در این دوره های تفسیر قرآن شرکت نکنید، علیاذ بالله، میگن عقیده شما خراب میشه. این دوره های تفسیر قرآن که بغیر از قرآن چیزی گفته نمیشه، چطور عقیده خراب میشه؟ از اول تا آخر الله عزوجل درباره یکتاپرستی گفته، یکتاپرستی خرابه. لذا اینا به نوعی هم شباهت است که میگن در این حلقه های قرآن نروید، این دوره ها تشویق بکنید، مردم بیاند ایمانشون، اعمالشان، تقوایشان، اخلاقشان، همه چیز اصلاح میشه. قرآن ما را راست میکند، به شرط اینکه ما اراده راست شدن را داشته باشیم. لذا آنها میگفتند لا تسمعوا لهذا القرآن، این قرآن را گوش نکنید، والغوا فیه، و در این قرآن سر و صدا راه بیندازید، یا اینکه با قرآن مبارزه بکنید به وسیله خرافه‌گویی. لعلکم تغلبون، شاید با این تدبیر شما غالب بشید، شما موفق بشید، پیروز بشید. الله عزوجل اینهایی که جلوگیری میکنند از قرآن و از استماع قرآن، الله برای اینها تخویف بیان میفرماید، برای اینها الله عزوجل وعید بیان میفرماید. فلنذیقن الذین کفروا عذابا شدیدا، این نتیجه دوری از قرآن است. الله میفرماید ما حتما میچشانیم آنانی را که کفر کردند، آنانی را که قرآن را قبول نداشتند، ما آنان را میچشانیم عذابا شدیدا، به سبب این حرکت مذبوحانه، حرکت ناروا، عذاب سخت میچشانیم. ولنجزینهم اسوأ الذی كانوا یعملون، ما آنها را جزای بد میدیم، پاداش میدیم. اسوأ الذی، بدترین آنچه که عمل میکردند. بدترین عملی که میکردند چی بود؟ شرک. پس ما پاداش شرکشون را، جزای شرک را به اونها میدهیم. اینها چرا اینقدر سخت گفته شده؟ ذالک جزاء اعداء الله النار، این جزای دشمنان خداست، یعنی آتش. آتش، این عطف بیان جزا، ذالک جزا، این جزای دشمنان خداست. این جزا یعنی کدوم جزا؟ یعنی آتش. لهم فیها دار الخلد، چند سال؟ 20 سال، 30 سال.
لهم فیها دار الخلد، برای آنها در آن آتش دار همیشگی هست، جای همیشگی، جای همیشگیشون آتش است. جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، این جزایشان هست به سبب این آنچه که اونها نسبت به آیات ما منکر بودند، آیات الهی را انکار میکردند. وقتی که اعلام میشه ای بدبخت ها برای همیشه تو جهنم میمانید و میسوزید، الان اون تابعین، پیروان شرک و زیردستان، خادمان، اونها ناراحت میشند از اونهایی که اونها را گمراه کردن. الان متوجه میشن که چه خساره ابدی، چه بدبختی همیشگی. الان از خدا تمنایی را، پیش خدا تمنایی را عرضه میکنن. چه میگوین؟ وقال الذين كفروا، اینها تابعینند، عابدینند، میگویند کسانی که کفر کردند ربنا ارنا الذين اضلانا، بار الها به ما نشان بده اون دو گروه را، اون دو گروهی که ما را گمراه کردند، من الجن والانس، از جنات و انسان ها. چه جنات که در خواب می آمدند، در بیداری می آمدند، چه اون انسان هایی که از طریق رسانه ها، از طریق ماهواره ها، از طرق مختلف ما را گمراه کردند، دلائل پوچ بیان کردند تا ما از توحید فاصله بگیریم، تا ما از یک تا پرستی دور بشیم. بار اله اینها را نشون ما بده. چه کار میکنید؟ نجعلهما تحت اقدامنا، ما اینها را قرار میدیم زیر پا، لهشون میکنیم، زیر پایمون میاندازیم. لیکونا من الاسفلین، تاکه اینها از اسفلین قرار بگیرن، اون ته بیفتن و پایین قرار بگیرن تاکه عذابشون بیشتر بشه. در جای دیگه هست آیه شریفه دیگر الله عزوجل میفرماید همین پیروان، همین عابدی میگن ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، پروردگارا 2 برابر اینها را عذاب بده و لعنتشون کن، از رحمت دور بکن، چنان دوریه که دور باشد، دوری بزرگی. پس این حسرت در اونجا خواهد بود. قرآن میگه این حسرت اونجا دیگه درد نمیخوره، همینجا انسان تجدید نظر بکنه و ایمان بیاورد. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.